برابر است 2-2. دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتزال، ما و شما واقعا فینال حقیقی را مشاهده میکنیم. این دستایی هستند که واقعا مبارزه عالی میبرند و این مبارزه عالی به آن آورده میرساند که ما این زمان حساب را در فینال ها برابر 2-2 میبینیم. امروز البته سوراکمپان امکانیت داشت تا قهرمانی خود را دفاع کند و بار دیگر قهرمان شود، اما دسته سپر به این راضی نبود. دسته سپر حساب را برابر میکند با مثل بازی شهر خوجند. اینجا اول سوراکمپان و بعدا سپر پیروزی به دست میارند و حساب بازی ها برابر میشود. حساب بازی ها برابر میشود. 2-2 اینجا بازی اکنون جنبه شد، دیگر لازم نیست همین گپا زیادی و بیفایده هستند. فیروز بک مرادوف، بختیار سولیف و دیگران هر یک نفری که اینجا هست باید آرام شوند. فوتزال است. فوتزال امروز با غلبه دسته سپر جنبه شد دوستان ارجمند و گل های دسته سپر را شما مشاهده خواهید کرد. این زمان نوارا به شما نشان داده میشوند. من به شما میگویم که این گل ها را کدام بازیگران به ثمر رسانیدند. خوب محمد جان شریف گل غلبه آور و زد گل از او به ثمر رساند و غیر از او البته باز گل هایی که لئوناردو کورئلی میزدند این هم گل خیلی مهم بود دوستان ارجمند که گل دوم بود و باز دوستان ارجمند گل رستم حمیدوف را فراموش نکنیم که همین گلی که شما مشاهده میکنید گل یکم در بازی امروزه بود. از دسته سوراکمپان لوکاس ناکازاتو یک گل را زد و همچنین همین گل از دوستان ارجمند که مشاهده میکنید و همچنین جورجینیو دوستان ارجمند جردن سون سانتوس یک گل دیگر زد و حساب 3-2 شد. با حساب 3-2 دسته سپر پیروزی را به دست میاره دوستان ارجمند. این معنی را دارد که ما و شما بازی تقدیرساز بازی حل کننده را مشاهده خواهیم کرد. این فینال خواهد بود که بازی پنجم است و در بازی پنجم کدام دسته که غالب شود همون دسته قهرمان تاجیکستان در سوپرلیگ می شود. من با شما خیر خوش میگم دوستان ارجمند و در بازی پنجم بازم با هم خواهیم. خیر، تاسیات و خانواده باشید.